دایی باز هم به سمت دروازه استرالیا. یک لحظه دیگه یه فرصت برای تیم ایران. اونجا هست تو دروازه. آیا توی دروازه کریم باقری هست تو دروازه استرالیا که باز میشه. بله گل کریم باقری. دایی یه فرصت خوب. حالا پشت مدافعان خداداد عزیزی توی دروازه. توی دروازه گل. گل برای ایران. خداداد عزیزی باز هم روی زمین. باز هم روی زمین. حامدزاده میزنه و پایان مسابقه و رفتن تیم ملی ایران به جام جهانی فوتبال.